سلام از کردن. آقا نظام ولایت داره آمپر میچسبونه. یعنی عقربش وارد محدوده قرمز شده و همینجوری داره میره به سمت نقطه ترکیدن. ببینید کار به کجا کشیده که کبریت بی خطری مثل امامی کاشانی که همیشه نقش شلغم و تو نماز جمعه بازی میکرد دیروز اومده و عزولابه میکنه که تو رو خدا، تو رو جون هر کی دوستش دارید بیایید زیر عبای عظما. به خاطر خدا، به خاطر خدا و به خاطر عزت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی بیایم همه بر محور شخص رهبری یعنی محور فقاهت، عدالت، ورع و تقوا، محوریت تدبیر، جهانبینی، بر یک چنین محوری همه باشیم بدون حسابهای خورده با هم. بیام تمام منفعت ملت رو حساب کنیم، ببینیم چه باید کرد. حالا اگه موافق باشید یه نگاهی به شاخبازی باندای حکومتی میندازیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده که این شیر برنج نمره موقت اینجوری عمامه پریشون میکنه و از وضع خراب نظام میناله. پاسدار جعفری در اولین جلسه سرکردگان سپاه موسوم به شورای عالی دفاع افزود: برجام هرگز به عنوان سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد. افرادی که از سریال برجام ها سخن میگویند مسیر ضد انقلاب را در پیش گرفتند. تفکرات معارض با انقلاب اگر تشکیل دولت و مجلس هم بدهند با اراده مردم کنار می روند. بله، این حرفای سرکرده پاسدارا خطاب به کوسه و شیخ فریه. میگه دم از سریال برجام ها نزنید که میزنیم شل و پلتون میکنی. دولت و مجلس هم سرمون نمیشه، هر کی باشی میذاریمت کنار. البته تا جایی که به خامنه برمیگرده هدفش همینه، یعنی میخواد نظامشو یک پایه کنه. اما بدبختیش اینه که هنوز تو فاز خفگیه، یعنی تو مخمسه گیر کرده که اصلا حال انقباض براش نمونده. 18 نماینده به رئیس جمهور درباره برجام تذکر دادند. در این تذکر اومده اعمال تحریم‌های جدید، نقض مکرر مفاد برجام، کارشکنی در انجام مبادلات مالی و بانکی از سوی آمریکایی‌ها جای این سوال رو داره که چرا از سوی هیئت نظارت بر اجرای برجام اقدام قاطع و متقابلی صورت نمیگیره. بله، خامنه فکر میکرد الان با یه جوره جام زهر تنابا شل میشه و بعدم میتونه خر خودشو برونه و بره تو فاز جراحی. اما با این پیچی که تو برجام افتاد و ادامه تحریما، هیچ کاری از عثمان ساخته نیست و فقط میتونه دود و دم را بندازه و هر بده کشی کنه. جواد لاریجانی، تئوریسین اعدام و شکنجه، در گفتگو با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: با تداوم بدعهدی آمریکا دولت باید برجام را بگور کند. از همین امروز باید به فکر احیای توانمندی‌های هسته‌ای خود باشیم و به فردا موکول نکنیم. توانمندی هسته‌ای کشور ضربات هولناکی خورده است. بله، اینم از رأس تئوریسین لاریجانیا که فکر کرده با این شلنگ تخته ها میتونه آب رفته رو به جوی برگردونه. از اون طرف کوسه که دست رقیب خونده بی‌اعتنا به این عربده کشی ها همینطوری گرم گرم بر طبل برجام بیکوبه. رفسنجانی گفت: مایه تأسف است که بعضی ها در داخل برای تخریب دستاوردهای برجام تلاش می کنند و منافع باندی و جناحی را بر مصالح ملی و نظام ترجیح می دهند. نوچه های کوسه هم وسط معرکه نرخ تعیین میکنن و دنبال اینن که شیخ اکبر رو بفرستن تو جمعه بازار.
اکرمی با اشاره به حمله های اخیر افراطیون به هاشمی رفسنجانی پس از کسب حدود 2.5 میلیون رأی، با بیان اینکه هاشمی ظرفیت بزرگ انقلاب و مقبول اکثریت مردم است گفت: افرادی که مقبول مردم هستند و مردم با احترام به آنها اقتدا می‌کنند را باید به عنوان خطیب نماز جمعه تهران ببینیم. خب حالا میشه تا حدودی به جلز و ولز امامی کاشانی و علت اون ناله‌هاش پی برد. خب وقتی سپاه و مجلس و دولت و بالا و پایین این نظام اینجوری به جون هم افتادن و دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن، خب معلومه چه خبر دیگه این نظام که نظام بشو نیست، روز به روز هم وضعیتش بدتر و داغونتر میشه، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد که نمیاد. فعلا زد زیاد.